آقا من میخواستم یه نکته بگم، حالا با زبون کاسبا که حالا ما عددی هم نیستیم برای حالا بگیم کاسبی، ولی خب میخوام یه چیزی بگم. یه کاسب تو سختیاش کامل میفهمه که کیه کنارشن. تو داری یه کاری راه اندازی میکنی، کلی سختی داره، کلی کار داره، کلی چیز داره که باید تهیه کنی، خیلی چیزا هست، ولی خب یه سری انتظارات از یه سریا داری، ولی خب میبینی هیچ خری بلا نسبته، هیچ کسی نیست جز اونی که همیشه کنارتانو شاید یه نفر کلا توی زندگیت باشه. خواهم اینو بگم که اون یه نفر تو زندگیتونو بهش بچسبین و کارتونو انجام بدی، کاری به هیچ احدی نداشته باشین، کاری نظری هیچ احدی براتون مهم نباشه و فقط ادامه بدی. اون لاشیا که تو ازشون انتظار داری، وقتی که تو به یه جایی رسیدی اون موقع اونا از تو انتظار دارن که تو بهشون کمک کنی. میدونی چیزی که هست. من فقط میخواستم اینو بگم که بشناسی دور اطرافتو، کلا بشناسی، کامل بشناسی، هیچ وقت دلت نسوزه با حال کسی، هیچ وقت.